و سپس مؤلف حفظه الله تعالی ابن قاسم نقطه آخران از این کتاب مبارک استغفار، آداب طالب علم و استغفار. امر الله عباده باستغفار، الله بندگانش را به سوی استغفار امر کرده است. چگونه که می‌فرماید واستغفر الله ان الله غفور رحیم، از الله آمرزش طلبید، استغفار کنید، زیرا او سبحانه و تعالی بر بندگانش بسیار آمرزنده و رحیم است. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یکثر منه، این که رسول الله بر کثرت استغفار می‌کردند، بر کثرت استغفار می‌کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگفتند که قلبم گاه گاه تاریک می شود و اینی لاستغفر الله فی یوم 100 مره، به درستی که من در یک روز الله را 100 بار استغفار میکنم، از او طلب مغفرت می طلبم. روایت مسلم است. وعد الله للمستغفرین بانذار المطر علیهم و زیادت قوته، الله سبحانه و تعالی برای کسانی که بسیار استغفار میکنند برکت میفرستد، باران نازل میکند و رزق و روزی و نعمت های آنها را زیاده و افزون میگرداند. چگونه که هود علیه السلام به سوی قوم خود گفت یا قوم استغفروا ربکم، یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من به سوی پروردگار خویش طلب استغفار نمایید. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، سپس به سوی او توبه کنید، ندامت بخورید. ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، ای قوم من به سوی پروردگار خویش استغفار و توبه و ندامت بخورید. اگر این کارو کردید یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان برای شما باران میفرستد. یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوتا، و قوت میبخشد بر شما و شما را در مالتون، در فرزندتون قوت میبخشد، یاری میدهد. الی قوتکم. الله سبحانه و تعالی بندگانش را وعده کرده از کسی که توبه و استغفار می نماید بر زیاده نمودن مال و اموال و فرزندان آنها و برای آنها جنت های جاودانه از نوع گوناگون درختان و رستنی ها، از ثمره ها. چگونه که الله از نوح علیه السلام خبر میدهد فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، پس گفتم به سوی پروردگارتون استغفار نمایید، به درستی که او بخشنده و مهربان است. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، به سوی پروردگار خویش توبه و استغفار نمایید، به درستی که او غفور و رحیم است. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران را از آسمان برای شما میفرستد. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و او سبحانه و تعالی از آسمان برای شما باران میفرستد و شما را با مال و فرزند یاری میدهد و برای شما باغها و جویها برپا میکند. و شیخ میفرماید که الاستغفار، استغفار باذن الله، با خاص و اراده الله سبحانه و تعالی، یفتح ما انغلق من مسائل العلم، استغفار با اذن و اراده الله سبحانه و تعالی سبب گشوده شدن درهای علم و برکت میگردد. با اجازه الله سبحانه و تعالی آن چیزی را که بسته است میکشاید، چه در مسائل های دانش، چه در مسائل های زندگی. قال ابن عبدالهادی میگوید که لقد سمعته، بدرست که من از وی شنیدم، یعنی که از شیخ الاسلام شنیدم که میگوید گاهی در فکر مسئله می آمد که در آن باز میماندم یا حالت میگذرد، پس بسیار با سوی پروردگار استغفار میکردم، بسیار با سوی پروردگار استغفار میکردم تا سینم آرام میگردید و مشکلی هم باز میشد، دور میشد. و فرمودن که فرقی نداشت اگر در بازار بودم، اگر در مسجد بودم، اگر در راه بودم، اگر در مدرسه بودم، هیچ چیز ما رو از ذکر و یاد الله و استغفار باز نمیداشت. تا آندمی که مرادم حاصل نگردد من از این ذکر و استغفار زبان خود را باز نمیداشتم، تا آندمی که مرادم حاصل بگردد. پس همیشه زبان خود را با این کلمه
استغفرالله 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 معطر بسازیم و هر گناهان رو در فکر و اندیشه آورده به سوی پروردگار استغفار نماییم. به درستی که او سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. یک جمله سبب بخشش آن ظلم و گناهان کرده بودی، بلکه سبب بخشش و رحمت الله و بر کثرت و زیاد داشتن رزق و روزی تو میگردد که این باران، این آب رمز زندگی، این حیات است. و جعلنا من الماء كل شيء حی، ما از این آب را سبب حیات هر چه قرار داده. مولا میفرماید پس به واسطه این ذکر الله برای تو رحمت میفرستد، از روزی تنگ، مشکلی زندگی، بی آرامی دورت میسازد. پس به جای شکایت استغفار نما، به جای ذکر و غیبت و سخنچینی ذکر و استغفار نما. استغفر الله یک قطره نورانی بارانی هست که در قلبت آن را میچکانی و قلبت را منور میسازد، سبب نور و برکت است. چون بعضی از مردم تنها استغفار میکنن هنگامی که گناه میکنند. نه، همیشه زبانت رو با استغفار معطر بساز. حتی اهل معرفت وقتی که سخن میپیچد استغفار مینمایند، چیزی رو فراموش میکنند استغفار مینمایند. چون که سخن ابن تیمیه گاهی بعضی از موضوعها در ذهنش پریشان میشد، در ذهنش گیر می آمد، چنان استغفار میکرد تا آن دمی که این حل مسئله پیدا شود. اگر میخوای علم برکت یابد، زبانت گشوده بگردد، همیشه به ذکر یاد الله سبحانه و تعالی این زبان معطر بساز. استغفر الله، طلب مغفرت مینمایم به سوی آن پروردگاری که حی و زنده و قیوم است. این است معنای استغفار. این بود مبحث دوم از این کتاب مبارک، آداب طالب علم. آداب طالب علم با ذکر الله، با توبه و استغفار. درس دیگه اگر زنده و سلامت باشم در مبحث سوم، آداب طالب علم با نیکویی پدر مادر، آداب طالب علم صله رحم و آداب طالب علم در قضای حاجتمندی مردم را دور کردن. در این سه موضوع اگر که وقت تمام شد ان شاء الله که صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.